ایو من به قولم عمل کردم و الان میخوام فری فایر بازی کنیم. من بهتون گفته باشم کالافم کار نمیکنه، میدم درست میکنن براتون، بعد کالافم حتما بازی میکنه، نه که مثلا بپیچونم. کالافو حتما بازی میکنه. بعد هر 3 روز یه بار شما یه بازی رو بنویسید، بعد بنویسید از الان بازیایی که دلتون میخواد بازی کنیم و من الان بیام یه لحظه به شما اسمنامم نشون بدم. اینو من لولم زیاد بالا نیست، چون من قبلا داشتم لولم خیلی بالا بود. یادم خیلی لولم بالا بود. الان یه ماه بالا کردم. من مودش رو انتخاب کنم، بعد بریم که بازی کنیم. بچه‌ها لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره که با هم من میخوام به تو چالش اگر میدونم الان خیلی هدف جلوشیه، من اینو واسه 20 سال بعد میگم که خیلی بزرگتر شدم. الان در حال حاضر بینای 12-13 سالمه. اینو دارم میگم واسه 33 سالگی. ما تا اون موقع ویدیومون رو میذاریم که بیشتر از این. من بهتون میگم که ما اگر به 1 میلیون فالوور رسیدیم میریم یه تور میچینم با دوستام، میریم چین و سوسک سوخاری رو تست میکنیم، نه که یه ذره بخوریم توف کنیم، کامل سوسکه رو میخوریم. من بگم اگرم خواستید داداشم تو ویدیو بیارم، ولی ببین که داداشم نمیتونه بازی کنه، چون داداشم سنش ذره پایینه، میشه که کلا 4 سال بیارم ببینید و نه، ولی اگه بیارم بازی کنه نمیتونه، بذاریم بزرگتر شد. Double kill. میریم برای راند بعدی کالاف کانتر، یعنی فری فایر قاطی میکنم. کانال رو ببینم، نه همین خوبه. با MP میریم. من ازتون یه درخواست دارم که بگم که گفته باشم. من ازتون یه بار دیگه میخوام لایک و کامنت و سابسکرایب رو بکنید تا این چنلمون به قدرت برسه. خیلی ممنون میشم از این کارتون. الان یه ذره وضعیه Triple kill. بچه راستی تو حرفا میخواستم اینو بهتون بگم. من رفیقای اون 5-6 تا رفیقم که میگم 2 نفر از اونا هم میخوام پیجشون رو بزنم. یه پیجم که بخوام با هم میزنیم تو ویدیوی اول. اینم لانگ ویدیومونو هر روز 2 تا شورت میذاریم. اگر شد یه دونه لانگ من این ویدیو که من مثلا ویدیوهای بعدی می‌کنم اگر به 50 تا 50 تا
کامنت یا سابسکرایب یا لایک فرقی نمیکنه. به 50 تا برسه که از این 3 تا شهرم و رنگ مورد علاقم میگم. سنم هم که گفتم بین 12 و 13 سالم. من دیگه زیاد حرف نمیزنم، بریم واسه یه بازی عالی. اگرم خواستید موضوعی چیزی مثلا در مورد کالا یا چیزی خواستید First blood. Double kill. Triple kill. این یه دست نیست، من الان این یه دست رو به پایان میرسونم. این فقط یه دست، بعضی موقع 3 دست پشت سرم اینطوری بازی میکنیم. بعضی موقع حتی با دوستامم بازی میکنم، کالاف و فری فایر و ماینکرافت و اینا رو. بعد اگرم خواستید فردا پس فردا به 20 تا که نه، به نظرم باز شروع هدف بالاییه، به 5 تا لایک برسونید که یه سری ماینکرافت بلند با یکی از رفیقام بذاریم.